په مقام عظمه کې سرور شو پیدا نازولی درا پیغمبر شو پیدا په مقام عظمه کې سرور شو پیدا نازولی درا پیغمبر شو پیدا ټول بوتان شو نسکور جړېدل کافران لور په لور په هیبت ګرځېدل کافران. ماه مبارک رمضان است. مردم شریف افغانستان خصوصا به قرآن کریم ماه مبارک این ماه نازل شده است. اشد ضرورت دارم میان از کتابایی که ریاست انتشار کتبی بایقی و همچنان ناشران محترم چاپ کردن خریداری میکنن. شو پیدا نازولی درا پیغمبر شو پیدا. فرهنگ مطالعه رشد کرده و کتاب که از بهترین دوست رفیق است. کتاب بال پر جوان است. مردم جوانا زیاد کتاب ها رو میبرن دیگه. پیغمبر شو پیدا ټول جهان شو رڼا برکت د چا کله نور د حبیب شو ښکارا په دنیا ټول جهان شو رڼا برکت د چا کله نور د حبیب شو ښکارا په دنیا پاک الله ته نږدې په د زړه سر شو پیدا نازولی درا پیغمبر شو پیدا په مقام عظمه کې سرور شو پیدا نازولی درا پیغمبر شو پیدا. این نمایشگاه تقریبا روز هشتمش است که 2 روز در پارک زرنگار بود. امروز روز 6 روز میشه که در اینجا هستیم. این برنامه نمایشگاه رول بسیار مهم به خاطر از اینکه جای بسیار جای اساس است و مردم از این با خبر میشن همگی میبنن از این نمایشگاه دیدن میکنن و میان کتابای مورد ضرورت خریداری میکنن. چون ماه مبارک رمضان است مردم شریف افغانستان خصوصا به قرآن کریم ماه مبارک این ماه نازل شده است. اشد ضرورت دارم میان از کتابایی که ریاست انتشار کتبی بایقی و همچنان ناشران محترم چاپ کردن خریداری میکنن. 6 روز میشه. والا اینجا کتابای هر رقم، کتابای داستانی است، کتاب قرآن کریم است، کتابای دینی است، کتابای سیاسی است، هر رقم کتابی که بخواید اینجا پیدا میشه. و 3 روز در پارک زرنگار بود، 6 روز هم در اینجا شد. بسیار تاثیرات زیاد دارن. این فعلا که ما در کتاب پل باغمیام کتاب فروشی داریم، ولی که در اینجا که نمایشگاه را گرفته بهترین کار کرده، خیلی فروشات میشه دیگه، مردم زیاد میای و کتابخانه و کتاب میبرن، زیاد فرهنگ مطالعه رشد کرده و کتاب که از بهترین دوست رفیق است. کتاب بال پر جوان است. مردم جوانا زیاد میان کتاب ها رو میبرن دیگه. پیام به جوانا اینمی است که از کتاب دور نشن. کتاب بهترین رفیق است، بهترین دوست است و دیگه پیام خاصی ندارم. یک پیام دیگه هم دارم به امارات که همچین نمایشگاهایی که ترتیب بتن بهتر میشه و کتاب فرهنگ مطالعه و اطلاعات در افغانستان رشد میکنه. اولین آخرین پیدا شوی کنه انبیا کی حسین پیدا شوی کنه اولین آخرین پیدا شوی کنه انبیا کی حسین پیدا شوی کنه د نبیانو سردار بختور شو پیدا نازولی درا پیغمبر شو پیدا
په مکه معظمه کې سرور شو پیدا نازولی در پیغمبر شو پیدا مجاهد معراج پورې تللی و دا پاک الله ځکه ځان ته بللی و دا مجاهد معراج پورې تللی و دا پاک الله ځکه ځان ته بللی و دا د امت دی غمخور ستر رهبر شو پیدا نازولی در پیغمبر شو پیدا په مکه معظمه کې سرور شو پیدا نازولی در پیغمبر شو پیدا په مکه معظمه کې سرور شو پیدا نازولی در پیغمبر شو پیدا